یه چند تا نوت با هم دیگه جمع میشن، مثلا سی بمول فا دو، مثلا ردیز اینا. بعد اینا قرارداد بسته بودن یه کار پاپ لس آنجلسی، مثلا کارم مال لیلا فروهر بوده. بعد این یکی از این نوت‌ها مثلا سی بمول، این مثلا آقا در شأن ما نیست، ما نوت هستیم، موسیقی هستیم و مثلا از ما با خوب توبن استفاده کردن و فلان. یعنی چه کاریه مثلا این صدای باش بوده سی بمول. بعد اون نوتای دیگه میگن نه دیگه قرارداد بستیم و دیپازیت هم گرفتیم و دیگه بعد کار. بعد ملودی این بوده این همه خون تنم هوای من است. بعد اینا کارو ضبط میکنن، اون نوت معترضاً با اینا بوده وسط. بعد آهنگ اینجوری میشه.